دلو نزدیک کسی بینشین که او از دل خبر دارد به سایه آن درخت شین که آن درخت صد برگ تر دارد. مرا هر سوچو بیکاران در این بازار عطاران به دکان برو بینشین که در دکان شکر دارد. السلام علیکم تماشابینان عزیز، باز برنامه چایخانه تنین پیشکش شمایان عزیز میگردد. ما را همراهی نمایید. امروز از سخنهای بلند مضمون مهمانان، در حقیقت در اینجا مهمانان پردیده، موسفیدان، پیرانسالان، پدران و بابایان دعاگو را ما جمع آوردیم. امروز برنامه ما در جماعت دهات یاوه قرار داریم. ما را همراهی نمایید. من راوی برنامه یعقوب جان سنگینوف هستم. امروز بهترین سخنها، بهترین سروده ها بهر شمایان عزیز پیشکش می شود. بینندگان عزیز، امروز خیلی که دیده ایستاده در این برنامه ما چایخانه تنین نام دارد. بابایان دعاگو، پیرانی در حقیقت در پیچ تابی زندگی پردیده هستند، مهمان هستند و در این برنامه ما حافظ خوش آواز، حافظی که با صدای فارمش به دل هزاران هزار مخلص جا شده است، امروز برای بابایان دعاگو برای سرود سراییدن ما دعوت کردیم تا که این برنامه رو باز هم رنگین و گواراتر سازیم. مهمان برنامه ما عمر جان قابل حسن برادر عزیز خوش آمدید میگوییم. خوشبخت باشید. امروز من نصیب بوده است که بهر بابایان دعاگو سخنهای نیکی شما را شنیده باشیم، از سروده های شما حلاوت دیده باشند بابایان ما. باز یک بار دیگر از نام تمام ماموریت خوش آمدید میگوییم. برای بابایان دعاگو چی گفتنی ها دارید؟ چخیلی که در عرفیت میگویند بی پیر مرو که در امانی، گرچند سکندری زمانی. بابای عزیزی ما همیشه سربلند باشند، تنسیت باشند، مملکت ما آباد باشد، دعاگوی فرزندا باشند و همین دعا که گردن. عمر جان، ما از شما پرسان میشیم که امروز ما از طریق آینه های نیلگون میبینیم ایجادیات چطور است؟ خوشبختانه زمان ما تینجی ایجاداتان پیش میرد، ایجاد میکنیم تا اینکه خلق گوش کنن، یک ذره باشدن به دل مردم ما جا شویم. هم این خوشبختی نسبت برای ما، هم دعا کنن همین حساب. ما میخواستیم که پرسان شویم که اولین سرودی که شما سراییده بودید در همان وقت شما چند ساله بودید؟ اولین سرودی که من سراییدم خطا نکنم 10 ساله بودم. سرودی استاد افضلشاه شادیوف به وقتی مرگ درمانی بود. مرحمت، و اگر امکانیتی باشد برای بابایان دیگه یک دعاگو یک سرودی فارمی از شما شنیده باشیم. یارم ای جانم بیا که زلفی کجو چشمی سرمسا اینجاست، نگاهی گرم و ادا ای دل را با این جاسته ای یاره ای جانه. بیا که زلفی کجو بیا که زلفی کجو چشم سرمسا این جاسته یارم، نگاهی گرم و ادا های دل را با این جاسته
اینجاست یاره کرشمتی غم جوایه خنجرون نگاه الماس شهادت هر طلبی دشت کربلا اینجاست یاره اگر بهشتی دهنده فریب کس نخوری کدم زیمایی کده بیرون من یک جا اینجاست کتاب خانه عالمه ورق ورق جستم کتاب خانه عالمه ورق ورق جستم خطی تو دیدم و گفتم که مدا اینجاست یارم آه آه ای جان ای زکاتی حسن اگر میدهی برای خدا بیا که زیبون نیسا همچو من گدا اینجا آه یاره آه آه جانه سلامت بینندگان گرامی، ما از پیران روزگار دیده جماعت یاوه پرسان میشیم که برای چی یاوه میگویند؟ یاوه چی معنا دارد؟ بابای عزیز، منم از شما میگفتید. همین شمایان امروز در محله ما محله یایچه مهمان هستند، همتان را خوشامدید. نور دیده تاج سر میگویم. با سوال یاوه چه معنی دارد، من از کتاب بهرام علی احمدزاده که شخصانه برای من یاوه کتاب نوشتن، در همونجا سخن ابوالمنان نصرالدین معلم اینستیتوت بودن، پروفسور، همونا مثال آورده گفته که معنای یاوه چی باشه گفته. همونا از کتاب اویستا که 3000 پیش نوشته شده بود، در همونجا کلمه یاوه رو با معنای غله و غله‌دانه میگفتن همونجا اندر. بنابراین همین ابوالمنان نصرالدین میگویند که شهر خوجند ما 2000 شده باشد، بیرون شهر از جاهای محاذ یاوه در همون وقت غله کاشته، گندم کاشته، همین شهر با غله تامین میکنن. همین نام همین توری گفته، یعنی معنای کلمه یاوه غله یا غله‌دانه بودی که کتاب نوشته، کتاب خوانده نه معلوم. کتاب شخصا برای من یاوه کتاب های همین. غیر از این من امروز روزی نه پگاه روز نهم اطلاع میشد، همه شما رو بر تبریک میکنم. امروز دراز بریم. این روز استقلالت با ما با آسان آمدگیش نه. ما این در اینجا خدمتی کلان محترم جناب عالی پرزیدنت محترم ما قدردانی میکنیم. عمرشان دراز باشد، روزهای سالهای دراز بهتری ما رهبر باشند
همین ما سلطان باشه چقدر آدم باشه خدا رساند. тамошобинони арҷиманд, имрӯз мана мо пурсон шудем аз ҷамоати деҳоти ёва. мо боз пурсон мешавем ки имрӯз ҷамоати деҳоти ёва чанд нафар аҳолӣ дорад, аз чанд маҳалла иборат аст? ҳоҷибово шумо мегуфтед. خوب شده است. من اقوام معنای دل کردن معنای یووه گفته دادن همه ما فهمیدیم این مقصود. من هم میگفته که بودم که اهالی چند است محله چند محله است. 38 محله دارد جماعت یووه. اهالی باشد 44193 نفر زندگانی میکنند. бинандагони гиромӣ, мо имрӯз пурсон мешавем ки ҳамагон медонем ҷамоати ёва бо шоликорӣ машғул аст. дар тамоми вилоят, дар ҷумҳурӣ номаш буромадааст ва аз бобоён пурсон мешавем ки имрӯз шоликорӣ касби падарӣ аст ё замини ёва мутобиқат мекунад барои шоликорӣ. شکل که اینجا یوسف جاکا گفتن این غاله که گفتن قدیم ایام اینها هزارها سال بابای باکلانامو دهقانه کرده آمدگی اینا یک شاهدی هست همین که 39 سال پدر بزرگوار ما بعد از رولوسی اکتبر کلخاص شدن بعد 39 6 دهقان یاوا ویدین خیلی گفتن وای وقت به مسکو به دعوت شده دیپلمی ویدین خیلی آورده که این کاری چی گفتن ما که همه فرزندان ما بای باکلان ما همه ما دهقان فرزندان ما هم از زمین سر کار دارن. شکل که میدانه بتون ولایت به شغلی همین روزه کنجه میگن مشهور تو جمهوری ریپوبلیک من مثال به اسپری و پنجکین تو دیوزیره گن اگر کنجه یاوا بتون ولایت به مشهور برای همین ما گفتنی که بتون دولت ما خلق ما الله تعالی خنوخ بنواش به نگاه دارد. شکل که ما همین روز به استقلال به رسیده آمدیم این زای شکرانه کلان است. البته هر یکی ما که فرزندای بندگی نبیری برای ما همون راهنمایی کنیم. البته тамошобинони азиз, имрӯз ба бобои дуогӯ ман бо чунин савол дархост мекунам ки имсол соли ҷавонон аст. мо чӣ бояд кунем ки барои касбу кори гуногун ҷавонон овора бошанд? мана шумо хубтар медонанд ки ҳама бо касбу кори сартарошӣ тамоми оилаи шумо ҳама мешиносад. чӣ гуфтаниҳое доред? имсол соли ҷавонон ҳама меҳнат кати омӯхтан дар кор. мана ёшон ҷавонон ҳунар омӯзанд, ҳар доим бекор намемонанд. дуретгаримӣ, кулолгаримӣ, суварчигимӣ, саттарошимӣ, дигар ҳунарҳо ҷудо ҳам бисёр. масалан мана оилаи мо 13 пушт авлоди саттарош. мана ҳозир писарам саттарош, ду неварам саттарош аз пушти ҳамин ҳунар рӯз омӯхта мана зиндагӣ гузарона гаштааст. зиндагиш ганда не. мана мо кор када пенсия буромдем. мана пенсия парвардигор лоиқ дид. пенсия гуфта мана ода када гаштем. ҷавонҳо аку мана ҳамашон кор касодианд. мо илтимос мекунем ки ҷавонҳо бекор нагарданд, фақат ҳаракат кунанд, ҳунар омӯхтанд. ба тамошобинони арҷиманд, вақте ки мо дар ҳамин чойхона ворид шудем, дидем ки дар ин чойхона китобхона мавҷуд дорад. ки кам дар кам мову шумо дар чойхона китобхонаро вомехӯрем. ман мехостам аз бобоёни дуогӯ пурсон шавам ки анамин китобхонаро кӣ ташкил кард? имрӯз барои шумоён кадом маҷаллаҳо, кадом китобҳо дастрас аст барои шумоён? 10 می سال 2014 در همین مکان در جای شده که ما جمع آمده گنج سخن هایکو گنج سخن یکی 38 ماش همینجا گذشته، یکی 38 ماش همه نویسندگان شاعران همشون همین جمع آمدن. همونها
اهل همون جمع آمدگان همشون اینجا تقدیم کردن اصل کتابا، یعنی همونها همون روز سر کرده 10 می سال 2016 کتابخانه ما در محل ما تشکیل شد و عند کتاب بسیاری های ما میخواستم یک مول نمیدونم همه اهل محله آنجول خودی منم همه کتابا گفته خوانده کرده گشتیم. ما همون عمده کتاب دادگاه ما مینداری با اون کرده بود همون روز دارن همین خیل محله ما کتابخانه داشت شدگی. این با کتاب های نوه کتاب داره کتاب می آده اخوانش آده اینجا با ماندستیان با دیگه خریده ایتاده بهش یاد کردی داده مقداری داده دادیم همه رحمت همه کتاب دار ما. بینندگان گرامی، همه ما و شما آگاه از آن در آن هستیم که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سال 2017 را سال جوانان اعلان کردند. من میخواستم از بابای دعاگو پرسان شوم که یک سخن نیک شما باشد که در زندگی در پیچ و تاب زندگی برای جوانان راهنما باشد تا که راه خود را در زندگی یابند، راه خوب به هدایت شوند. چی گفتنی‌هایی دارید مرحمت حاجی بابا؟ اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت محترم امام علی رحمان درباره پیشروی ساخت جمعیت حاضره سخنهای بسیاری گفتند. در پیام خود امام علی رحمان درباره آینده جمهوری تاجیکستان بسیار هم سخنهای نیک گفته گذاشت. پیش از همه من همین را گفته هستم که در شرایط حاضره در تاجیکستان ما همین شرایط ها مهیا کرده شدند. از این پیش فرمان برآورده بودند درباره مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند. این بسیار هم سخنی نیست، این بسیار هم اهمیت کلان دارد. برای چه؟ برای آنکه جوان ها چیزی که میگن آینده ملت هستند. آینده ملت گفتن که این نمیشن، حلوا گفتن که جوان شیرین نمیشن. آنها را تربیت کردن ما در کار، آنها را برای راست هدایت کردن ما کار، راه راست بگویم روان کردن در تلویزیون میبینیم. در نتیجه به مسئولیت پدر و مادر فرزندها کدام حالت به گرفتاری ایستادند، یعنی دزدی، نشمندی، یعنی آدم کشی و رفتارهای ناشایسته، همین مسئولیت پدر و مادر. پدر و مادر اگر در تربیت فرزند راه درست را هدایت کند، آینده ملت در حقیقت آنها میشن. ما آینده ملت بوده همان وقت میگوییم که آنها راهی راست رفته برای آینده جمعیت ما خدمت کنند، کار شایسته کنند، کار حلال کنند که چه که پدران مادران ما وقتشان گوییم همین گونه محنت کرده آمدن امروز باید آنها همین را رفتار کنند. چون که در دوره جنگ بزرگ وطنی در کدام حالت ما میدانیم نه بچه یاش بودیم، یکی حالتی گوییم سالهای 97 92 97 چقدر حالت در تاجیکستان شده بود، برادر با برادر گوییم پدر با پسر، بین آنها نااتفاقی بود. چقدر که خواجه حافظ شیرازی در شعرش میگوید این شعر است که در دوره قمر میبینم، همه آفاق پر از فیست و شب میبینم، پیشه پادشاهان و جز جبرشم عدل و انصاف همه زیر زبر میبینم. جنگ است و جدل دختران را با مادر، همه پسران را بدخواهی پدر میبینم. هیچ رحم برادر نه برادر دارد، هیچ شوکت پسر را بر پدر میبینم. پند حافظ بشنو خواجه برو نیکی کن، این پند به از دور و گوهر میبینم که خواجه حافظ وقتشان همین شعری نوشتن که امروز ما باید همه گونه رفتار کنیم که گذشتگان ما گوییم رعایت کنیم کار از آنها اعتبار آنها کارهای نیکی آنها را ما هم وقت در خود نگاه داریم. بنابراین من همین را گفته هستم که امروز به مناسبت استقلالی 26مین سالگرد تاجیکستان گوییم همین قدر ناز و نعمت ها، همه گونه گوییم نعمت هایی که
در بازار هست. این گونه حالت یگان مراقبه در جمهوری تاجیکستان در وقت اتفاق شوروی شکل نبود. بیانید همه چیز مهیا، چی که خواهید همه چیز، فقط مهنت کردن کار، راه درست رفتن در کار. من چندی قدر زمین های نو کشادگی، چندی قدر باغ و راه ها کشادگی. چیزی که میگوین سبزیشی درخت و اکل، سبزیش درخت و اکل از غذای آب، سبزیش جوان ها از دعا میگوییم. باید جوان ها دعای نیکی گوییم، پیران را گرفتنشان در کار، راه راست برفتنشان در کار، آینده میلت بکشانه آنها نشان دادنشان در کار. در آن وقت گوییم ما آینده تاجیکستان را همچون گل شکی تاجیکستان را ما دیده میتوانیم. رحمت های کلام. тамошобинони азиз, имрӯз мо барномаро боз як навгунӣ даровардем ки анамин бобоёни дуогӯ як табассум кунанд. хеле ки мегӯянд ханда ба дарди инсон дору аст. як латифагӯӣ кунанд. маромад бобо як латифаҳои даври ҷавониро ба эс мебиёред. барои ҷавонон як латифа мегӯед, як табассуми анамин бобоёни дуогӯро дида бошем мо. маромад. من استقامت کننده جماعت یاوا محل قاربابا عثمان احسانجان می باشم. امروز در تمام روی عالم تاجیکستان عید 28 سالگرد استقلالیت تاجیکستان گذشته ایستاده است. من حاضر محل قاربابا من حاضر محل یایچی و تکلیف کردن. من اینجا آمدیم در سخن آرستگی مهمانای بزرگ اشتیان، آدمای روزگار جدی اشتیان، متفیدای کهنسال اشتیان، همه‌شون صحبت کردن، آب در سخن کردن صحبت کردیم. اکنون یک خیلی جاها حاضر اید گفته من دارباد بازی کردم. حالا که من تخم بازی کردم، آرتیستا من موزیکان شد، همه نمودی وقای گذرانداشتن. اکنون یک وقتی گذرانیم که خورسندی یک تنتنه کرده، همین این خورسندی خنده هم آدم دلش شاد میکند، عمرش دراز میکند. یک مردک یک توام خورم گفته آشانی منسوخانه در آن دست گیر. سانه در آن داشته شو منسو چیه؟ یک سال لگانچه و یک منسو گرام بید، یک عبید کنیم گفته. سانه یک سال لگانچه و ولی مانچه گرام دستی پیش مردک ما مونده مرمت خورید گفته. مانچه خود درمان خود به خود گاو میزد. مانچه خود داده گفتم. میشود است کو همین. میشود است کو همین. گفته تکرار کردن گیرد. مانچه پاس گفته که اینجا نه چیه گاو شده گیره. یا بار همین مانچه خود داشتی رفتم من پرسام چی چیه گاو شده. آمده ولی مانچه چی پاور آمده مانچه خود داشتی که مردک گفته که اکا چیه گاو شدین میشود است کو گفته مانچه خود داشتی گفت اپیازم میشود است کو مانچه گفته. چاکر است گفت ابی خالو بیام زنم گفتم که آخه مانچه کن زنم گفت گوش بیارید مانچه چهار که میتی هم گفت مانچه میشود است کو گفتم یه وقتی شده است وقتی تمام خوری شده است اوقات کشته آمدن افندی دعوت کردیم بیاد من اوقات آمده همشون دست روی شده دست سرخان بشته آش میخوریم گن زنشان گفتن که آش میخوردیم دیگه گن زنشان گفتن که خدا خواهد گویید گفت یه افندم تو خدا خواهدم میخورم نخواهدم میخورم گفتیم هم تو دست میگیرم گن دروازه تخت شده است تخت روان که دوتا آدم آمده که پیش قاضی بروید پیش قاضی گران رفتن او نه وقت به صدادیان گشت آمده دروازه تخت کنن کیم گفت خدا خواهد شد میشم گفتیم. بینندگان گرامی امروز مهمان برنامه ما عمرجان قابلوف هستند. ما میخواستیم سرودی نوبتی را بهر پدران دعاگو بابایان دعاگو یک سرودی پدر خوانده باشند که تا برای بابایان ما یک حلاوت جسم و جان باشد. مرحمت عمرجان از شما میشنویم. بلند باشتم پدران عزیز، شما تاج سر، شما نور دیده. این سرودی که من میخوانم در واسه پدران عزیز زنده باشید.
این پدر بر حال ما نگر مرو از آشیان ما کی رفتی می رود فیض و شکوهی خاندانی ما پدر جانم پدر مگوی بر ترکی ما آمین مشو بر رزقی ما زامین مکن زهری هلاهیل در دهان یک بردنانی ما پدر جانم پدر مکن زهری هلاهیل در دهان یک بردنانی ما پدر جانم پدر پدرم ای پدری دهقانم تو همی خواست که دهقان باشم نروم یک قدم از ده بیرون بنده ای مذهب و ایمان باشم نروم یک قدم از ده بیرون بنده ای مذهب و ایمان باشم تو همی خواست که قرآن خوانم که از او معرفت بالا نیست تو همی خواست که ملا باشم بس که در دهکده یک ملا نیست تو همی خواست که ملا باشم بس که در دهکده یک ملا نیست پدرم باز ببخشا بر من گر نمانندی تو من دهقانم پدرم باز ببخشا بر من گر نمانندی تو من دهقانم نسخه پاکی تویم در دنیا من سراپای تو را میمانم نسخه پاکی تویم در دنیا من سراپای تو را میمانم شاعری هم به مثل دهقانیست شعر قرآنی همه مسند ها شاعری هم به مثل دهقانیست شعر قرآنی همه مسند ها شعر تخمیست که سبز در دل شعر قرآنی همه ملت ها شعر تخمیست که سبز در دل شعر قرآنی همه ملت ها پدرم ای پدرم ای پدرم پدرم بال و پرم تاجی سرم ای پدرم جان پدرم زنده باشتم پدران عزیز زنده باشتم سر بلند باشتم тамошобинони азиз имрӯз меҳмони мо буданд умарҷон қобилов аз номи тамоми таҳиягарони барномаи чойхонаи танин хушомадед нури дидаву тоҷи сар мегӯем ҳамеша барои шумо
орзу мекунем ки овозтон хаста набошад, дар дилу дидаи мардум бошед. мана имрӯз бо бобоёни дуогӯ баҳри шумо як дуои нек кардам ки ҳамеша дар саҳнаҳои баланди санъати тоҷик баромад карда бошед. саломат бошед. бинандагони гиромӣ, имрӯз вақти он расидааст ки фарҷоми барнома расида омад. мо ақидаҳои бузургони анамин ҷамоати ёваро шунидем, фикрҳои падарони дуогӯро шунидем, то ки дар ҳаёти ҷавонони имрӯза як роҳи асосӣ бошад. имрӯз бо дастгирии ҷамоати деҳоти ёва бо раиси анамин ҷамоати мазкур муҳтарам Шералиев Ҳасанҷон анамин пирони рӯзгордидаро ҷамъ оварданд ки то сари як пиёла чой суханҳои неки онҳоро шунида бошем ва аз латифаҳо, аз корҳое ки ин падарони дуогӯ баҳри фарзандон анҷом доданд мо шунида ҳастем, боз аз забони худошон шунидем. тамошобинони арҷуманд, инак барномаи мо дар анҷом мерасад. то дидани дидор дар паноҳи худованд бошед.